تولد تاجیکستان و جهان از رادیو آزادی تقدیم شماست. من شالگل خوجه هستم. سلام. در برنامه امروز 8 ایول این موضوع ها را داریم. نونی زهرالود دوستان کلی تاجیکستان تحقیق هلاکت محبوسان هنگام انتقال از یک زندان به زندان دیگر را زیر نظارت قطعی گرفت. 14 محبوس هنگام انتقال از زندان‌های ولایت سوخت به زندان‌های جنوب تاجیکستان زهرالود شده در مؤسسه تفتیشاتی دوشنبه جان باختند. عیب در نظام از سابق محبوسان روس میگویند اذیت و شکنجه در زندان‌های روسیه عمل عادی به شمار می‌رود. و شیر مادر دوای همه دردها سازمان جهانی بهداشت تاجیکستان را در قطار کشورهای شامل کرده است که عادت شیر دادن مادران به کودکان معمول است. شیر مادر یعنی که همه غذا همه چی در ترکیبش هست. مثال که تا همون کودک خودش یگان چی خوردن ده ممکنه که یگان چیش نتی. دیروز انتقال محبوسان تاجیک از زندان‌های شمال به جنوب تاجیکستان با فاجعه انجامید. سرایست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه شب گذشته با نشر یک اطلاعیه خبر داد که گروه محبوسان بعد از استعمال نان جان باختند. اداره زندان‌ها دفعتاً روی خط محبوسان در نتیجه زهرالودشوی هلاک گشته را نشر نمود. در 9 ماه اخیر این بار سوم است که محبوسان تاجیک به طور گروهی به هلاکت می‌رسند. مولا رجب یوسفی با تفصیلات بیشتر. 14 محبوس هنگام انتقال از زندان‌های ولایت سوخت به زندان‌های جنوب تاجیکستان زهرالود شده در مؤسسه تفتیشاتی دوشنبه جان باختند. مقامات میگن حادثه شام 7 ایول زمان رخ داد که 128 محبوس به زندان‌های ناحیه یاوان، شهر نارک و شهر دوشنبه انتقال داده می‌شدند. سرریاست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه تاجیکستان شب 8 ایول با نشر یک اطلاعیه مخصوص گفت این گروه محبوسان در موضع میخوره ناحیه ورزاب از 3 دانه خلب استعمال کرده بعداً وضعشان وخیم گردید. با گفته منبع این 3 خلب را یکی از محبوسان به 16 نفر تقسیم کرده است و آنها از این خلب ها استعمال کرده بعداً هنگام رسیدن به دوشنبه نخست بیهوش شدند و سپس جان دادند. طبیبان از میان 16 نفر محبوس که از این 3 خلب استعمال کرده بودند توانستند تنها جان 2 نفر را نجات دهند و باقی 14 نفر دیگر از این حادثه جان به سلامت بردن نتوانستند. سن سال محبوسان از 19 تا 52 سال گفته می شود و آنها از منطقه های گوناگون کشور می باشند. فعلا یک گروه مخصوص دادستانی کل تاجیکستان این حادثه را تحقیق دارد و به گفته منابع دادستانی قضیه زیر نظر شخصی یوسف رحمان دادستانی کل تاجیکستان قرار دارد. مولا رجب یوسفی گزارش میداد. درباره محبوسان هلاک شده فعلا اطلاع زیادی در دست نیست. از میان آنها اسم مهراب یوسفی 27 ساله قبلا به رسانه‌ها راه یافته بود. او سال 2016 با گمان تلاش تماس با گلمراد حلیمов پالکونیک فراری تاجیک بازداشت شد. طوری معلوم شد جسدهای بعضی از زندانیان فوتیده را به نزدیکانشان سپردند. یکی از آنها ولیجان اودینایف است که باید سال آینده به آزادی میبرآمد. شادمانیتی گزارش میدهد. بعد از ظهر 8 ایول جسد ولیجان اودینایف را در آرامگاه دهه بغلک شهر حصار به خاک سپردند. اودینایف یکی از 14 محبوس بود که روز گذشته هنگام انتقال از ولایت سوخت به دوشنبه در راه زهرالود شدند. پیوندان اودینایف که نخواستند در نزد میکروفون صحبت کنند گفتند که مقامات جسد را ساعت 1 شب به آنها سپردند. برادر اودینایف گفت جسد را شناسایی کردن نمایندگان مقامات به آنها گفتند مراسم دفن را طبق مقررات اجرا کنند. به گفته خویشاوندانش از اودینایف 43 ساله 4 دختر نابالغ باقی مانده است. در زندگی در قشلاقداری بچه بهت خوب بود. همه کار بار سامش میگذاشت. بهت بچه خوب بود. ولیجان اودینایف را مقامات سال 2014 با اتهام همدستی با گروه افراطگرایی به 5 سال زندان محکوم کرده بود. نزدیکانش گفتند امیدوار بودند که سال آینده مهلت جزایش به اتمام میرسد. مقامات شب گذشته با نشر یک اطلاعیه خبر دادند که این گروه محبوسان بعد از استعمال نان وضعشان وخیم شده و دیرتر جان باختند. حادثه در موضع میخوره ناحیه ورزاب اتفاق افتاده است. 3 نمو تشخیص گذراندگی‌اند واسه به همون جسدها. خیلی شما رفتن میگیرند. بعد حالت‌های که مثلا اگر خیلی باشد یا من از خوراک باشد همین سنجیده میشد برای که همه قریب از یک هر یک ماشین
سه ماشین است، هر یک ماشین دو سکشن تقسیم می شود. انا که همه این قریب همه از یک سکشن اینا. این زندانیان میبایست طبق برنامه از محبس‌های سوخت به زندان‌های دوشنبه، نورک و یاوان انتقال می‌یافتند. ما در دوام برنامه به موضوع زندان‌ها برمیگردیم، اما پیش از این درباره یک خبر دیگر میگویم. کشورهای آسیای مرکزی 72 میلیون یورو ایلوگی دریافت میکنند. با چنین خلاصه نشست اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی در شهر بیشکک به پایان رسید. اتحادیه اروپا گفت که 20 میلیون یورو را به تاجیکستان برای بنیاد نیروگاه برقی نو میدهد. نیروگاه مذکور در تامین مردم با نیروی برق و صادرات آن به شمال افغانستان کمک خواهد کرد. طوری هم در بالا گفته مطلب بعدی ما نیز مربوط به زندان هاست و جای داشتن شکنجه در این مؤسسه ها. متاسفانه شکنجه در مؤسسه های اصلاحاتی از زمان سابق شوروی به یادگار مانده و همان زیاد مشاهده می شود. سال گذشته نوار علت و کوبی دست جمعی محبوسان از سوی ناظران یکی از محبس‌های روسیه اکثریت را به دهشت آورد. بعد از این چند ناظر به حبس گرفته شدند. اما حامیان حقوق و محبوسان سابق میگویند تنها با مجازات 5 یا 6 ناظر تغییرات بزرگی به وجود نمی آید، بلکه اصلاحات در نظام محبس ها ضرور است. سابق محبوسان روس اوگینی مکاروف و رستن و خپوف از زندان رها شده بود. حالا سعی دارند حیات خود را به نظم درآورند. هر دو قصه میکنند که در زندان شهر یاروسلاو با شکنجه روبرو بودند. سال 2018 روزنامه روسی نووایا گازета نوار شکنجه محبوسان از طرف 15 ناظر محبس را نشر کرد. آنها دائما اقرار میکردند که محبوسان را میزدند، ولی هیچگاه نمیگفتند که آنها غیر قانونی و دست جمعی لطکو میکردند. و گفتی آنها استفاده نیرو عادلانه بود. در صحبت‌های خصوصی آنها میگفتند که اگر خواهند میتوانند ما را کشند و آن را همچون خودکشی نشان دهند. آنها مرا 4 دفعه بوغی کرده بودند. بعد گفتند که ما تو را میکشیم. و دار میآویزیم و میگیم که خود را آویزیم. دو محبوس سابق و وکیلانشان و ناظران بازداشت شده با رحم و شفقت می‌گویند. Очень периодически, но становится их жалко. В каком смысле? баъзан ба ҳоли онҳо раҳмам меояд. онҳо тахминан 1 сол инҷониб дар утоқҳои якнафарӣ ҳастанд. ҳама онҳоро бад мебинанд. маҳбусон, нозирон ва ҳатто ин нозирони боздоштшуда ба якдигар ҳам бо нафрат менигаранд. ҳар яке дар утоқҳои якнафарӣ ҳастанд. одам девона мешавад. аз танҳои одам ба тортанаки зиндон ҳам сурбат мешавад. Потому что они ничем не отличаются. Они нужны ровно до того момента, пока они в системе. ناظران محبس از دیگران فرق ندارند. تا زمانی که نظام به آنها نیاز دارد غم آنها را میخورد. اما از اینکه افتیدن به کسی لازم نیستند. ببینید با شروع جنجال به همین ناظران بازداشت شده گفتند که خاموش شید و شاید ما شما را رها کنیم. Они уже не нужны, все. Их пустили под откос. سازمان ملل متحد بر روسیه مشورت داده است که شکنجه در زندانها را قطع کند و خپوف میگوید اذیت در زندانهای روسیه عملی عادی به شمار می‌رود. لطکوب این یک بخش نظامی محبس ها است. همه میدانند و روپوش میکنند. در یک پرسشی که ماه گذشته مرکز نظرسنجی لیوا در روسیه دایر نمود، یکی از 10 شهروند روسیه تصدیق کرده است که با شکنجه روبرو شده است. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. طبق پژوهش‌های اخیر زنان توجیک بیش از همه به دادن شیر مادر به نوزادانشان مایلند. پزشکان میگویند شیر مادر از عقب‌مانی ذهنی و جسمانی کودکان جلوگیری میکند، ولی باز هم آنها نیز کم نیستند که فرزندانشان را با شیر صنعی به وای میرسانند. چنانچه روی این موضوع را زرانگیز نوروزشاه و شعلای عبدالله تحقیق کردند. بیبی خدیجه با طفل نوزادش شیر صنعی آماده میکند.
بعد جراحی پیستون به او طبیبان اجازه مکانیدن نمیدهند. فرق میکنه شیر مادر خوب است سببی که جراحی کردگی ولی من ندادم نه خط شیر سنی دوست دادم خوب است نه خوب رفت است بسیار چند. بیبی خدیجه خوب میدوند که از این به بعد خراجات خانواده‌اش بیشتر خواهد شد. البته شیر خرید که تقین میشد اما مجبوریم که برای فرزندم خراجات کنیم. یک پژوهش اخیر در تاجیکستان معین کرد که 36% کودکان تا 6 ماهگی فقط شیر مادر را استعمال می‌کردند. در اکثر حالت‌های دیگر مادران با دلایل‌های مختلف آمیخته یا پره به اطفال خود غذا یا شیر سنی می‌دهند. شیری که نرخش در تاجیکستان خیلی گران است و برای اکثر خانواده‌ها خریداری آن به سختی دست می‌دهد. میرم به حد قیمتی. چندی مثلا می‌تین شما؟ من مود حوزه نستگین 48 سومای. نان یگوش 85 سومای. من ترینوی کامفورتش 100 سومای. پرینانش 130 سومای. طبیبان میگویند بر محل رو آوردن به شیر سنئی نه تنها از نگاه مالی برای خانواده ها مشکل ایجاد میکند بلکه مهمتر از این آن به گسترش مریضی های مختلف از جمله بیماری های درون رو و راهی نفس و کمخونی کودکان باعث می شود. برای ارگانیسم کودک یک چیزی بیگانه حساب میشد. برای روده ها، برای معده خودش، برای وزن نگرفتن، برای شکمرو رفتن، با آرزوی های سرایتی آورده رساندن. همین توصیه را به مادران میتیم. طبق یک تحقیقات اخیر 18% کودکان تا سن 5 در تاجیکستان کوتاه قدند و 6% لاغرندام و 8% کم وزن. یک سبب این را طبیبان به غذای نادرست کودکان ربط میدهند. ما توصیه میتیم که حرکت کنید شیر خودتون نتید. اما سازمان جهانی بهداشت در یک گزارش اخیر خود تاجیکستان را در قطار کشورهای شامل کرده است که در آن عادت شیر دادن مادران به کودکان معمول است و 73% را تشکیل می‌دهد. ملاحت 3 کودکش را تا 3 سالگی با شیر خود بزرگ کرده است. این شیر مادر یعنی که همه غذا همه چی در ترکیبش هست. مثلا که تا همون کودک خودش یگان چی خوردن ده ممکنه که یگان چیش نتی. سازمان جهانی بهداشت مشورت می‌دهد که هر نوزاد در 6 ماه اول زندگی حتما باید شیر مادر استعمال کند و بعد این تا 2 سالگی و حتی بیشتر از آن هم دادن شیر مادر باید ادامه یابد. رساده سال پیش پارلمان تاجیکستان نگاهبین و پرورش جانوران و پرندگان را در برخی محله‌های شهر دوشنبه منع کرد. اما در فرانسه برعکس بز و گوسفندی کناره‌های شهرها را به پارک‌ها راه می‌دهند. دیدن چنین منظره عصبانیت را در میان مردم کم می‌کرده است. روز شنبه 6 ایول در چارچوب تشبث چوپان شهری یکی از پارک‌های پر ازدحام پایتخت فرانسه به چراگاه بز و گوسفندهای فرمه‌های کنار شهر پاریژ تبدیل یافت. 25 بز و گوسفند علف بلند پارک را فشار تناول کردند. در آینده شهری جالب شهری سبز خواهد. شهری که نه از حساب سنگ و آهن بلکه از حساب حفظ محیط زیست رشد می‌کند. هدف این است که چگونه در آینده استحصال غذا و استعمال کنندگان را به هم آوریم. خلاص شکل‌های نوی استحصال غذا در شهر پیدا شود. این تشبث را مردم زیادی که با رمه روبرو شدن دستگیری میکنند. تا 40 سال پیش حیوانات خانگی در شهرها حضور داشتند. بعداً شهرها ذره به ذره دهات را تنگ نمودند و همزمان با آن چروا از نظرها نابود شد. موجودیت گوسفندان در شهر چیزی نو نیست. این بازگشت به اصل است. این دفعه گشت و گذار چروا در مرکز پاریژ تا 17 ایول دوام میکند. تشبث چوپان شهری باشد از 12 مرحله عبارت بوده 34 شهر و منطقه فرانسه را در بر خواهد گرفت. بینندگان عزیز این مطلب آخر برنامه امروز بود. گزارش‌های دیگر را میتوانید در کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو چون همیشه تماشا کنید. اخبار روز در وبسایت رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org البته دسترس است. مطالب ما همچنان در شبکه‌های اجتماعی نظیر فیسبوک و ادنا کلاس نیز پیشنهاد شما بینندگان عزیز میشود. فردا صبح بر وقت نوید بامدادی تقدیمتان میگردد و تا ملاقات بعدی خدا نگهداری هر یک شما باشید.